اندکی بشید اندکی شنون تا خود اگه برسه اینجا دست برینون اگه نه همینجا خالی اخوره فقط دوباره از اول یه فیلم جدید فیلم معرفی آخه این سنگساری معرفی کنید کردون بری افدینی نه سمنیون بری من نکنید گل بده از همینجا شروع کنم تا جایی که ممکنه به سنگ سری من از سروش احسانی از محمد احسانی پورزهی قدرت احسانی پوری علی جونگره که ترزه لطفاً سکوت هشکین شناسانم بتراش من حسن صبحانی پسر قدرت الله و شهبانوی صبحانی بسیار لطفاً سکوت باشه شهبانی پور من ایراندخت صبحانی فرزند قدرت الله و شهبانو خواهر حسن صبحانی ساکن شیکاگو کمی بلندتر لطفا ممکنه خواهش کنم دوباره چون لطفا سکوت کنید دوستان عزیز سکوت کنید لطفا من ایراندخت صبحانی فرزند قدرت الله و شهبانوی صبحانی و خواهر حسن صبحانی ساکن شیکاگو مرسی من منیره صبحانی ماموری است خورشید مپشه است علاقه همدگاه میده بعدش هم نصدت صبحانی مبره شهید بیبیه و نورالدین صبحانی مبره رزبونم مخواب که اینجا نیست سنگیزایی بلد بیا مهناز شیرعلیان دختر محمد علی شیرعلیان مادرم شهمیر جاجیه ایران مستقل مرسی لطفا سکوت باشه که بشنوم بعد معرفی آقا رزبون صبحانی همین علی آقا و خورشیدی دوت منیره مخاک و اسم مشویه من دیبا صبحانی فرزند یزدان و روحانگیز پدرم از سنگسری بسیار احسون تبیانی بابالای پور مموی واس تهرونی سنگسری هم جایی واس اگر بابالا بشه از سنگسر بشه تهرون شهریشن بگرسه سیبیل سنگسری سیبیل سنگسری آره روحی پارسا دختر جمشید پارسا و وجدانی خانم پارسا نوه حاج آقا رحمانیان و حاج آقا پارسا فریده رحمانیان دختر عطاالله رحمانیان و توبا و نوه میرزا حاجی آقای رحمانیان هستم و شوهر منم آقای پارسا منوچهر پارسا بفرمایید شما فقط بلند با صدای بلند هوریوش پارسا دختر علی اصغر پارسا و زیا خانم و سنگسری پشقله و شوهر منم رشید جمال الدین که اینجا نیستن از چونقله کسی هست؟ بفرم دختر وجدانی خانم و جمشید پارسا و همسرانشون آقای رحمانیان بسیار آلاله وحدت گال بدی آلاله وحدت مموی رزونه پارسا مکشه آقنالی وحدت مشوی اینجور داره مشوی غریبه باهایی هوشنگ رحمانیان اورجینال توش از ده بگردی یکی کاری دانین الان 6 ماه پیش از ده بودی یکی خبر نگرانی دانین از ده خور خبر بیاری از بابا کو هم پشه عطاالله رحمانیان هم مایم توبای رحمانیان
ساکن تپسر بویون قدیم ولی الان مجرن سنگسری و سهیلا وحدت. من جمشید یزدی از خاک پاک یزد. بسیار عزیز، بسیار خوشحال. روحانی پارسا. یه بار دیگه بی زحمت. حشمت الله نادری، زنان روحانی پارسا از وحدت‌های سنگسر. بسیار. من فرهنگ ستار زیارت کرده. زیارت. سهیلا وحدت از سنگسر. بسیار. آمندلی با دختر آمندلی وحدت و رضوانی پارسا. بسیار. بندم هیچکاره. لطفاً. بندم هیچکاره خانمم سنگسری. لطفاً دوستان. وجدانیه پارسا، دختر محمد ولی و شهربانی پارسا، نوه میرزا آقا رحمانیان. بسیار. منم روحانیه پارسا، دختر اصغر پارسا، زیبا وحدت از تورنتو. بسیار. بهنوش وحدت، دختر روح‌الله پیمانی و طاهره پیمانی هستم و همینطور دختر آقا محمد علی وحدت و رضوانیه وحدت و در سنندج بزرگ شدم و الان در استرالیا با شوهرم سپهر زندگی میکنیم. بسیار موفق باشید. نیلوفر پارسا. دوستان نیلوفر پارسا، پدرم منوچهر پارسا که اینجا هستن، مادرم فریده رحمانیان اینجا هستن، شوهرم یزدی دنبال کلوپ یزدی داره بگرده. نداری چون چیزی نداری. ببرد بنده بیژن پنبچی لطفاً دوستان. من بیژن پنبچی هستم، عضو افتخاری سنگسر. آفرین. خاطر اینکه خانم بنده سنگسری هستن، خانم ملاییان. بسیار. احسن بر شما. سپهر وحدت، فرزند ورقا وحدت و طاهره وحدت. بسیار بسیار. من از ولی روشنیان، دختر ولی روشنیان، اسم مادرم هم خدیجه هست، هم که مزنبل. مزنبل. ممنون خانم. من محترم روشنیان، دختر حسین روشنیان و زهرا روشنیان، پدر بزرگم ولی روشنیان از لس آنجلس. مرسی خانم. اجازه بدید لطفاً. موهبت سوپانی، موی زیایی خانم، بشه زهرالله، متولد تهران، ساکن نیویورک. بسیار ممنون. مرسی. فریده هستم، غریبم. سنگسری ها مهمان نوازم. بفرمایید. حسینم. بله. 5 سال سنگسری شدم. بسیار بسیار. حسین تبیانیان، پسر حسین علی منیر، علی‌آباد گلدان بودن. خونه‌شون هم تو سنگسر که اونم قسمت کنقله بود. آفرین. یکی بده. بلندتر لطفا. مردم غلاوعلی معلم، شه میرزادی. دشمنه ولی اشکال نداره. چاره نه. اشکال چاره نداره. قربونتون برم. خیلی خوشحال شدیم. محبت کردید. منوچهر پارسا، پدر محمد ولی، مادر شهربانو، هر دوتون پارسا. حواستون باشه پارسا زیادن اینجا. شباب نخونه خدا. آچه. هم تپسر هم کنقله. بسیار عالی. ممنون. محبت کردید. بعدی بفرمایید. بهرنگیز ایمانی، شوهرم معلم، شه میرزادی. بسیار. همسایه سنگسری. آفرین. این درست شد. همسایه سنگسری. مرسی. شما. خانم بیژن، فامیلی دادفر، مادر فردوسی سپانی، پدر منوچهر دادفر، از خانواده هشتم. کسی که سنگسر رو میشناسه همه ما رو میشناسه. آره. بسیار عالی. شما بفرمایید.
من بهیدخ صبحانی، دختر زیاییه و ظهورالله صبحانی، نبیره سید احمد شهید، سید احمد شهید، ساکن نیوجرسی. بسیار من ساکن ژاپن راست یادم بگم. سنگسر اونجا هم نفوذ کرد. آفرین. فردوسی صبحانی، پرانتز دادفر. مادر بنده؟ آره. مادرم ورقای صبحانی، پدرم ملا شیر محمد صبحانی، از سلاله آقصد احمد شهید. بسیار عالیست، بسیار ممنون. بفرمایید. الهه دادفر اصفهانی هستم. بهنام ژن. بهنام ژن. فیلم بردار. بفرمایید. ماهروخ احسانی، مپش سلطون هور، مموی سکینه کلامیان، اهل اوهایو، کولومبوس. بسیار عالیست. مهری هور مهری هور، مموی سکینه کلامیان، مپش سلطون هور، سنگسری و سنگسری زاده. غریبی ژنیا. بسیار عالیست. غریبونی هم ده بگرد. غریبی هم ده بگرد. جا غریب شده بفهم. لادن هور، مپش مدوردی هور، مموی روحیه فنایان ملقب روح. شاید الله شید درزه بعد فکر نزونیم بشنم فکر نیست تپسری باید. اگه مال جای دیگه هم بوده روتون نمیشه بگی. چرا اون دیوار بکرد باید. منظور کنگله یا؟ بفرمایید. من طیبه ملایان پنبهچی، غریب جون هستی. باش آشنا شدیم. پدرم سهراب ملایان، مادرم ملا معروف به ملا ملایان. به ملای دکتر. به ملا و عطا معروف هست. بسیار ممنون. مهاجر ترکیه. آچه. یون بیچاره دیگه غریب به علی گاز بگردن. خیلی غریبه. سیف الله طالب رضا، تمام عمرم بهترین دوستام سنگسری‌ها بودن، از صبحانی‌ها، اشراقی‌ها، ایمانی‌ها و من به نمایندگی از طرف همه شما رو میبوسم. که اینقدر از سنگسری‌ها تعریف کردید. ایشون معرفی شدن. بنده هم بهنام دادفر هستم، سنگسری زاده هستم. زنده باد. بای بای. دوستان عزیز، خلخالی خوش